ملت عزیز من، از امروز ما با هم تاریخ ایران را ورق زده ایم. این تاریخ پیش از این نیز پر از صفحات درخشان و پر افتخاری بوده که در طول قرون و اعصار با دست مردم فداکار وطن پرست و پاکدل این سرزمین نوشته شده است، ولی شاید در این دوران ممتد هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود که بنیاد جامعه ایرانی به صورتی چنین عمیق و اساسی دگرگون گردد و این اجتماع کهن بدین طریق بر اساس عدالت اجتماعی و در راه ترقی و سعادت و سربلندی به قالبی چنین نو درآید. ما در این منطقه از دنیا به خواست خداوند و با همت شما چنان مملکتی خواهیم ساخت که از هر جهت با پیشرفته ترین ممالک جهان برابری کند.